قشنگه نه؟ آره خیلی. بساطمون که بفروشم واسط میخرمش. اگه اینو بخری اجاره خونه‌مون چی میشه؟ جواب طلبکارا رو چی بدیم؟ یخچال خالی رو چجوری پر کنیم؟ مامان دست از سرما قرمز شده، امروز روز ما نیست، بیا بساط رو جمع کنیم بریم. خانم ببخشید، من صاحب اون مغازه هم که روبروش بساط میکنی. بله متوجه شدم. باشه از فردا دیگه اینجا بساط نمی‌کنم. نه بابا خواهر من کی باشم که بخوام روزی کسی رو قطع کنم. یه چند از کت شلوار آوردیم، نیاز به مدل داشتیم. آقا به سر شما هم خیلی خوش تیپه. گفتم اگه میشه یه چند تا عکس باشون بگیره. خسته نباشی شیرمن، دیگه کارمون تموم شد. اما اگه میخوای یه چند تا عکس دیگه هم بگیر. نه قربونت دیگه لازم نیست. اصلا من در میارم. لازم نیست درش بیاد. این دست کت شلوار با این مبلغ ناقابل به لطف قدم شما. واقعا میگم ببین مادر، ببین مادر، ببین مادر زمستونه، ببین